یک ماه تعطیل زمستانتون را چگونه گذروندید؟ خیلی خوب گذروندم از سبب که من این صحبت کننده هستم. بسیار به ایلوگی‌ها رفتم، از فن شیمیا، بیولوژی، فیزیک و کتاب‌های اولی ابن سینا رو خوندم برای یاردم برای خودم، چون که در مرکز تستی شاید وقت برای ما خواندن در خانه بیبیم با کتابخوانی مشغول بودم. با کتابخانه ملی رفته خیلی کتاب‌های بدیهی را خوندم. باز تعطیل کردم، اما جا را دانستم. مثال بسیار چیزایی که من نمی‌دانستم، اما این چیزایی را که من نمی‌دانستم من آنها را از خود کردم. در این یک ماه تعطیل زمستانه من به درس‌های ایلوگی رفتم و با کارهای خانه مشغول شدم. بسیار کتاب‌های انگلیسی، کتاب‌های روسی خواندم. شما یک ماه تعطیل زمستانه خود را چگونه گذراندید؟ تعطیل زمستانه من خیلی خوب گذشت. در تعطیل من بسیار کتاب‌های بدیهی خوندم، از قبیل مرگ سودخور، عبدالحمید انکشاف حکایه و عبدالحمید صمد و غیره ها. در تعطیل به دیدن بابای بیبیم و ده رفتم. شما یک ماه تعطیل زمستانتون را چگونه گذراندید؟ من یک ماه تعطیل زمستانم رو خیلی خوب گذراندم. در یک ماه تعطیل زمستانه با خواندن کتاب‌ها مشغول شدم. باز به درس‌های ایلوگی می‌رفتم و باز به خانه‌های یکچند بیبیم رفتم. کدام کتاب را مطالعه کردید؟ کتابی کله و دیمنه را از بیشتر از کتاب‌های ادبیات تاجیک و روس کتاب مطالعه کردم و نام آنها کله و دیمنه بود. سرگذشت حاتمی‌طایی و 4 درس. شما یک ماه تعطیل زمستانتون را چگونه گذراندید؟ من اصلا در همین یک ماه تعطیل زمستانه بیشتر از فن زبان انگلیسی و ایلوگی رفتم. من به سیر و گشت باغ‌ها رفتم و کتاب‌های بدیهی بسیار خوندم در این تعطیل زمستانه و کیناهای هر کیناها را نگاه کرده به درس‌های ایلوگی رفته ما درس می‌گیریم، درس‌های ایلوگی می‌گیریم. من یک ماه تعطیل زمستانه خود را با خواندن کتاب‌ها و با درس‌های ایلوگی صرف کردم، گذراندم. کدام کتاب‌ها را مطالعه کردید؟ کتاب‌های بدیهی را اصلا وقتی خود را با کتاب‌های بدیهی خواندن کتاب‌های بدیهی صرف کردم. کدام‌ها؟ یکی از آنها کتابی مرد سودخور میباشد و بسیار بودند با خواندن کتاب مجله‌ها. من تعطیل زمستانم رو بسیار خیلی خوب گذراندم. به خانه بیبیم رفتم و کتاب بدیهی خواندم و انگلیسی ایلوگی رفتم. لغت‌های انگلیسی از یاد کردم. من یک ماه تعطیل زمستانم رو خیلی خوب گذراندم. با کجا رفته؟ چیکار کرده؟ یگان کتاب بدیهی خوانده؟ من بسیار کتاب‌ها رو خواندم. یکی از آنها کتاب‌های مرگ سودخور، مکتب کهنه و دختر آتش میباشد که اینها خیلی کتاب‌های بدیهی خوب میباشند و من به خیلی جایها رفتم. یکی از آنها به خانه بیبیم، به خانه بسیار خوشایندم رفتم. ما یک ماه تعطیل زمستانه رو کتاب‌های بدیهی خوندم، کتاب‌های انگلیسی با بیبی بابا هم یادم دادم. با فردوسی کتاب‌های فردوسی را خواندم. سیگ می‌آییم هر روز با مدره تماشا می‌کنیم.